شده من و اسب بر اسب تو رشکی ما نداره جایی هم زینت و زندگی و هم دنیا اسبی چوبنداز عجب سرسری کشته باب در میدان ارغشته رقصی اسبی سمندش چی بزبه همچین عینگه کشته مرا کشته بازو چوبندازی میدان تاوندازی قمچین بزن یک دانه را در دل لاوندازی ما ناز کنیم لجامی تو بسته شوه هم پاگه و هم سمندی تو خسته شوه ناموز بکار آید و یالش بگیری وقتی که روی اسبی تو بیشکسته شوه بازو چوبندازی میدان تاوندازی همچین بزن یک دانه را در دل لاوندازی تنابچی ناحیه تمرملی قزلمزار سویسکی برادر زیشی قدیمه تاجیکان آسیای میانگی بوزکشی و پایگاه روان کسانی که امروز به این میدان قدم رنجه کردن برادیده برادرها خوش آمده نوری دیده تاج سر برادران خوش آمدین همه محاکو در این دنیا برادر مهمان نیکی شما چوبندازا عیبادا مهمان ترین برادر خوش آمدین چوبندازا خوش آمدین در چوبنداز مخلص هوادار به خبر نمان بالای گادت 100 سامان پول بانی خودش میبره در میدان یک تا آس برادر بیدوقی بالا یک تا تماشینه شا جایزه تماشینه برادر به خبر نمان پایان نداره کشورم می سراید بد من وطن وطن وطنم جان وطن وطن وطنم جان مردم نقشی زبان تاجیکستان وطنم جان منم عاشقی تو من عاشق ترینم مست از آبی روانت منم ای وطن من شکر گویی نامی تو بنده ای صبح نماز شام تو وطن وطن وطنم جان وطن وطن وطنم جان زبان تاجیکستان وطنم جان
خاکت چمن باشد کی باشد؟ به از مشکی خوتن باشد کی باشد؟ به همه ملتی عالم صلاحت شکوهی انجمن باشد کی باشد؟ وطن وطن وطنم جان، وطن وطن وطنم جان، مردمانت شیرین زبان تاجیکستان وطنم جان، وطن وطن وطنم جان، وطن وطن وطنم جان، مردمانت شیرین زبان تاجیکستان وطنم جان. سخن را برکت گوی رسد بر صدر گفتار از دلت را برکت بکشان دامت فعل و رفتار سنگ و گیاه که در آمانیت هست از آدمی 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 پیوندی فردانی اگر در زمین گاهی قدم گاهی آمین اگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت شاید زمین است همیدانی اگر در کدام ها می باشی دایم باش تو خاکساری بی مردان است نمیدانی مگر اگر در زمین صیدلی نیومده؟ یه جانبه چه کنی؟ آکش صیدلی بیو شما دن شما دن روی راه داره خوزی
اکا ولی خوش اومدی. یه حجیه میشی که دوشون میدادن بوده خریم میشی. و همه شون اجبال حیوره خدا نگهبان شما شد. پشی او ماشین میره اینجا میره او ماشین صفحه بکو او پورتر جنگه دنم جا میره شما دکتر کمران شما بزنید اگه نیست با فکرم همچی که اصلا دورت همچی که همچی سویل مارکای همچی که شد دو بابا سوریای مرکز خودش مدد بکنه اگه میگم بشین اگه قبولی نمیگم همه شاید که از آن هشمیت که داره اینا بکریم بخیشتن هلا ارتوتاگی چوانوز حلال اعلام کردم ارتوتاگی اکای فنزی انچینچه های باست خونده خودش رحیم چوانداز از دههای غروبی گواسپی حجت خربو بچه های انیما بسید هم انیمی از بکه بلو شما میاد هر خدانی همه اعلام میاد همینجا اصلا فایده شما
خوش آمدی اکای ایونگی، خوش آمدی به من اکای ما. حاجی پرتوزگی حاجی بلو فقیدی نشتن قلب بود با عشق کنون دانه چوانو در کاله بود همچین کن الو مانده شدیم که تله تنچی برای الو برادران مخلصان تماشابینان هواداران ورزش قدیمه تاجیکان آسیای میانگی بزکشی و پایگاه روان کسانی که امروز به این میدان قدم رنجه کردند برادرها خوش آمده نوری دیده تاجی سر برادران خوش آمدین همه ماها که در این دنیا برادر مهمان لیکن شما چواندازا ای بودم مهمان ترین برادر خوش آمدین چواندازا خوش آمدین مخلص همه کسا خوش آمدین مسابقه ورزشی که در این میدان ما و شما برادرها اشتراک داریم با تشبس سخاوت پیشگان قشلاق تنابچی ناحیه تمرملی قزلمزار سویسکی برادر پروردگار را اصلا دست کما نبینن و در قطار جوان مردای دنیا پروردگار را نگاهشان کنه الله اکبر یکم کس چکچک بزرگستی زدیبک پهلوان با اسبی پدرش برادر با سمت دروازه نمیدانم پایانش چه باشه یا بودش حالی بفهمون برادر بفهمون پایان بوده در کشی من چند قرقلوخه میگه که پایان واضح بسیار مهارتی خوبی شهسواری تقیمرات پهلوان با تخلصی زردیبک برادر زردیبک از شیبانه ناحیه تمرملیک زردیبک پهلوان با اسبی سیاه گلقره تخلوصی اسب زردیبک افغان برادر این مردک های افغانستان اومده این برادر این مردمی ترکی که از تردون گرنگ همه جا رفته باور کرد
یک خیلیش پرسید که زلیم خلیجی فارس رفته اینی مردک هندوستان رفته یا پاکستان رفته کجا امرز بزینت مارکه بس کشی و پویگه روانی مورا برادر و بدتر برو مینه داره من شما برادر پرتوپی زردی بیک پهلوان از طرفی دوار مرکزی میدان جانب رستم حلال کشید برادر حلال کشید حالا بچه ها در دستی مقسومی فخردین توست قاده روحیه موسی با فخردین پهلوان چوبندازانی ملک خرام بازمویی پی هم برادر چند ساله های از پای خشزاد دارم اولی گشنایم برادر گشنایم بالا چی ماندی بگو اکو بزدستی حسین پهلوان چیلچه برادر حسین پهلوان برای گرفتن جایزه نوبتی پستان تو دروازه بالو حرکت های پای در پای کرده ایستاده است اون بدون حسین پهلوان پرتوفتی حسین پهلوان از طرف دواری مرکزی میدان جانب رستم فوزی برادر با حضور کرده راننده یا اتومبیل همون پیش یه چه نمرش نمیدونم یه جور تاکید بر مامونش برادری ماشین با پیسه کم پیرم کرد تاگیمه برادر با اول به خبر نمونه هم ماشین با پیسه کم پیرم برای بالا تبوز برادر توی با خونه در نگاه بکنه تنوشک اونجا ترش نگوشه برای خدا بدر نمیکنه برادر اول قدر قیمتی مونو فرمان اول برادر من میدونم تو برادر بزرگی اونه که مورا در خواب دینیم نکه ماشین اونجا بجا کرد کم درک یا بشینید برادران راضیم که بشینید اکا جان خوش بگیرم شما را خود برادر یک مخلصی از پروری بهترین نوعیه همدانی دروژبه آمده که قادر پهلوان ای قزلسوی فرخور اگر در میدان باشه نزدی ما بیا بسیار از بی چابک دو دارو میگه برادر رو چواندازه چند که خدمت چه میکنی هی برادر با اون موما کرده و هی بجاده لطا میکنی که از تبیده و چند ساله های روز در هوا در زمین در هوا چند فلک وجود چواندازان گوناگون قطعه ملک تاجیک بین همدیگر برای گرفتن توقی نابتی خوازمایی کرده ایستادن بود خوازمایی چواندازان از طرف دوباره مرکزی برادر بها گذاری می شود جانی بگ رستم قبضه کن چی ای توفا درسته برادر درسته خزینه دست شما ده وزیر خزینه چی و دیواری مرکزی میگه که با سمت دروازه پایان حرکت میکنی با سمت دروازه پایان برادر برای چوانداز پایانش چی و بالا چی چون که توفر برادر یا که صاحبی اسب میگیره یا همسفرش او همه یک مهاره نشان بده که او را موها ببینیم همون پایان بالا برای چوانداز فرق نداره برادر
دقایقم پیش به شما اعلام کرده که در این میدانی ورزشی بزکشی که ما برادر اشتراک داریم این با تشبوسی سخاوت پیشگانی قشلاقی تنابچی برادر سرکه یک چاری سرکه پیدا که بالا بزردستی ایان پهلوان از ایان پهلوان به نفس در هوا بز در زمین گاه در هوا گاه در زمین برای گرفتنی چهار سرکه چاوندازان با سمت دروازه بالا از روی سر هر صورت حرکتی 725 از 10 حرکت کرده ایستاده برادران و هوا رفته ایستاده بیو که ایستاده رفته آزی برادر رستم پهلوان با اسب یکی امردین تخلوصی از قزلی دیوانه بسیار حرکتی بزردستی جانب غزایو با اسب خانزاتی پدرش ابراهیم غزایو و سمتی دروازه پر حرکتی ماهرانه حرکتی پای در پای مرحمت برادر پتاکی جانب غزایو از طرفی نه تنها داوری میدان از طرف مخلصان و هواداران بازی قدیمه تاجیکان حلال حکم شد بانوی جانب غزایو همچون رستم داستان در مزندران حرکت کرد بانوی جانب غزایو برادر با اسم خانزاتی پدرش ابراهیم غزایو بسیار مهارتی خوبیش از سواری نشد میدانم برادر میدانم دوفی دیگر نوبت بیوه زردستی رستم پهلوان با خزینی دیوانه بابای امردین رستم پهلوان برای گرفتن جایزه امردین با سمت دروازه بالا حرکت های پی در پی کرده ایستاده برادر این تو برای همه برادر دوفی دیگه میپرتای حاضر تو با میپرتای نوبت اسماعیل های التماس وقتی تیره کماند رو آمد رو گرفتن بیچون میشه مادر مشروبه که درمان میدان کدوم مخولون نفهمیده میشه و مادر جاشا جمعه جالب خبر Digo que aquí van a los ejercicios para dar هیچ وقت دیگه تو نمی‌اومدی فرام میگی اوه نه ساکیه چی دارم میسه زده ما به کنون جوگا زدن میکنم
جانبک رستمو ما باید بدونیم که بالا چه پایین چه. جانبک رستمو بسیار مخلصان میان پنج من میپرسم برادر.